تا 10 درخت با نام هر طفل نوزاد. این تشبوس رئیس ناحیه خوالینگ است. می‌خواهد هم پیش راه کاهش جنگلزار گرفته شود و هم نوزادان امروزه وقت به وایه میرسند صاحب داروی خود گردند. کار از سرشماری نوزادان ناحیه سر شده است. ما اقدام گرفتیم که همون نفرایی که کودکایی که تولد شدگی اویلوشون رو دعوت کنیم. سپورش دادم، سپورش پروتکلیم دادم مگه اول من بپرسم نه دعوت میکنیم میشینیم میگم که سپورش دادم من خوجگی جنگل که برای همو کودکو برای اویله همو 1 هکتار نیم هکتار چندی زورشون میرسه زمین بتین برای بنیادی درختی دیگه نمودی کدام نمودی درختایی باشه برنامه همو کودک بشنونن. این اقدام را رئیس ناحیه خوالینگ در حال راه اندازی کردن است که بیش از آران ناحیه‌اش بسیار کم شده اند. کار به حدی رسیده است که مقامات مجبور شده اند امسال بریدن درخت را در حدود ناحیه منع کنند. رئیس ناحیه میگوید برای احیای بیش از آران خوالینگ باید 1.5 میلیون درخت شنانده شود. ساکنان این اقدام را خوب قبول کرده اند. منوچهر پدر 3 فرزند میگوید اگر این نهالشینانی بر پایه شرطنامه و بر راه‌های قانونی انجام داده شود مردم آن را پشتیبانی خواهد کرد. آنگاه درختان بید و سفیدار می توانند برای ساختمان فروخته و از درختان میوه‌دار ثمره گرفته شود. ولی همین نرخ هزار خودش بالا رفتگی هم مسلم معدش قریب 2000 تومان شرطنامه کنیم زمین بتن و اگر قانونی باشد چرا درخت نمیشونیم درخت نهاش قیمتی دیگه داره. رئیس ناحیه میگوید همه کار قانونی و با قرارداد صورت خواهد گرفت. در نتیجه هم جنگل برقرار کرده می شود و هم وقتی که نوزاد به کمال می رسد می تواند از این درختها فایده مالی گیرد برای تحصیل و آینده خود استفاده برد. هیچ خیلی که کدافی در یک کودک تولد میشه 30-40 هزار دلار میگذارن. همون 30-40 هزار هم 2 سال همون 3 ماهی در نگاه کنیم هم درخت آب بدیم هم درخت دیگه طبیعت خودش میبردارش. برنامه‌اش علاقه اقتصادیاتی کودک هست. فقط کلانشی مکتب تمام کرد وجه درخت هست یک درختش 2000 سوم 3000 سوم 4000 سوم هست میبرم پولی 2 گوری دولت هم میسپرن وجه وایده اون میرسیده آیا مزد معاش میشه پنسیه هم میشه سردر دولتی نمیشه تاشکو. معلوم نیست تشبوس رئیس ناحیه خوالینگ در پایتخت یا منطقه های دیگر چگونه ارزیابی خواهد شد. اما حکومت تاجیکستان سال 2022 برنامه رشد جنگل پروری را قبول کرده است که بر پایه آن باید تا سال 2040 در جنگل های تاجیکستان 2 میلیارد درخت شنانده شود. از این 860 میلیون درخت به ولایت ختلان راست می آید و رئیس ناحیه خوالینگ تلاش دارد برای اجرای نقشه خانواده های دارای طفل نوزاد را سفربر و هوسمند کند.